دوستان اینم دو تا ما برنامه نوشتیم. ما میخوایم موتور رو یک بار به صورت دائم روشن کنیم، یعنی با یک شاسی به صورت دائم کار کنه و با یک شاسی دیگه به صورت لحظه‌ای کار بکنه و ما قدرت انتخاب داشته باشیم، بتونیم انتخاب کنیم حالت یک که به صورت دائم کار کنه یا حالت دو که به صورت لحظه‌ای کار کنه. برنامه بالای یک سلکتور سه حالته قرار میدیم، برنامه پایینی یک سلکتور دو حالته، یعنی یک صفر و یک. این بالا یک صفر یک و دو. حالا برنامه رو میخوایم تست کنیم ببینیم به چه صورته. من سلکتوری از صفر میبرم حالت یک، فعالش میکنم. شاسی استارت اولم رو میزنم، دستم رو بر میدارم از روی شاسی. میبینین که موتور روشن شد، به صورت دائم کاره. موتور رو استاپ میکنم، این قسمت موتور رو استاپ کردم. میبینین که وای صفر خروجی اول من، موتورم خاموش شد. خب حالا سلکتوری رو میبرم روی حالت صفر و روی حالت دو، از حالت یک میبرم حالت دوم. میام استارت دو رو میزنم، میبینین که موتور روشن شد. حالا دستم رو از روی شاسی بر میدارم، میبینین که موتور خاموش شد. پس این قسمت استارت یک من به صورت دائمی بود، زمانی که دستم رو برداشتم هنوز موتور وای صفر روشن بود، اما استارت دو به صورت لحظه‌ای، تا زمانی که من دستم روی استارت باشه موتور روشنه، زمانی که دستم رو برداشتم موتور خاموش میشه. یه حالت دیگه میتونیم برنامه رو بنویسیم به این صورته. این X5 اون که استاپ نوشتم، اینجا استارته. من استارت رو فشار میدم، میبینین که موتور روشن شد. دستم رو از روی استارت بر میدارم، میبینین که موتور خاموش شد. حالا میام سلکتوری رو فعال میکنم، از حالت صفر میذارم حالت یک. من دستم رو میذارم روی شاسی و دستم رو بر میدارم. این قسمت میبینین که موتور هنوز روشنه. من میام استاپ رو میزنم، میبینین که موتور خاموش شد. سلکتوری دوباره میبرم حالت صفر و دوباره استارت رو میزنم، دستم رو بر میدارم، میبینین که موتور خاموش شد و به صورت لحظه‌ای کار میکنه. پس ما تونستیم یه برنامه بنویسیم که با سلکتوری سه حالت موتور رو به صورت دائم و لحظه‌ای روشن کنیم. یه برنامه دیگه هم تونستیم بنویسیم که با یک سلکتوری صفر یک، این برنامه‌اش ساده تره، میتونیم موتور رو دوباره به صورت لحظه‌ای و دائم روشن و خاموش کنیم.